خوش اومدیم به اولین قسمت چالش ترکیب چهره. چالشمون از این قراره که ما 2 تا تصویر از بازیگران یا افراد معروف رو انتخاب میکنیم و با استفاده از گردونه چرخمون که اسم اونا روش نوشته شده انتخاب میکنیم که کدوم قسمت از اعضای صورتشون در تصویر جا بشه. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، بریم توی عمل ببینید منظورم چیه. الان قراره که مشخص کنیم که کدوم چشم از بازیکن‌ها توی تصویرمون کشیده بشه. حالا اجزای انتخاب شده رو در کنار هم میکشیم. ترکیب عجیبیه. قسمت بالای شهاب حسینی میشه، قسمت پایینیش هم امین حیایی. و در نتیجه معرفی میکنم شهاب حیایی. نفر بعدی رو شما انتخاب کنید. 2 نفر بعدی کی باشن؟